چرا آب داغ گاهی زودتر از آب سرد یخ میزنه و این چه ربطی به رفتار انسان داره؟ بعضی سوالا هستن که وقتی میشنویمشون میگیم خب معلومه، جوابش واضحه. مثلا این: آب سرد زودتر یخ میزنه یا آب داغ؟ تقریبا همه بدون مکس میگن آب سرد، ولی علم اینجا یه لبخند مرموز میزنه. توی بعضی از شرایطهای خاص آب داغ میتونه زودتر از آب سرد یخ بزنه که توی علم به این میگن اثر مپنبا. این نه جادوه و نه قانون همیشگی طبیعت، بلکه یه اتفاق وابسته به شرایط. حالا ماجرا چیه؟ آب داغ وقتی داخل فریزر میره بخشی ازش سریعتر تبخیر میشه، جریانهای داخلی قوی تری داره و ناخالصی هایی کمتری داره و بعضی ناخالصیاش کمتره. همه اینا میتونن باعث بشن که مسیر یخ زدن کوتاه‌تر بشه، نه به خاطر خود دما، بلکه به خاطر اختلاف شرایط و مسیر رسیدن به تعادل. پس نکته مهم اینه: همیشه نقطه شروع تعیین کننده نیست، گاهی مسیر مهمتره. حالا بیایم یه قدم از فریزر فاصله بگیریم و وارد دنیای آدما بشیم. تا حالا شده از یه آدم درونگرا خیلی تعریف کنی و به جای اینکه خوشحال بشه ببینی که معذب شد یا حتی عقب کشید، در حالی که نیتت کاملا مثبت بوده؟ چرا این اتفاق افتاد؟ اینجا هم با یه اختلاف طرفیم، اما نه اختلاف دما، اختلاف بین تصویری که اون آدم از خودش داره و تصویری که تو داری با تعریفات براش میسازی. وقتی این فاصله زیاد بشه ذهن انسان دچار ناهماهنگی میشه. روانشناسی بهش میگه ناهمخوانی شناختی. جالبه نه؟ ذهن دوست داره روایتش از خودش پایدار بمونه. وقتی تو تعریفت از این روایت خیلی فاصله داره، در نتیجه به جای لذت مقاومت ایجاد میشه. اینجا دقیقاً همونجاست که مثال یخ زدن آب داغ به درد میخوره، نه به عنوان یه قانون بلکه به عنوان یه استعاره. گاهی فشار خیلی آدم خوبی بودن آدمو زودتر از انتقاد منجمد میکنه، نه چون تعریف بده، بلکه چون فاصله بین واقعیت درونی و تصویر بیرونی خیلی زیاده. چرا باکس دقیقاً دنبال همین سوال است. سوالایی که فکر میکنیم خیلی بدیهی‌ان، اما وقتی که مکس میکنیم و فکر میکنیم بهشون میبینیم که لایه‌های عمیق‌تری زیرشون پنهان شده و خوابیده. نه برای اینکه جواب قطعی بهشون بدیم، بلکه به خاطر اینکه دقیق‌تر فکر کنیم. اگه این سوال ذهن تو هم درگیر میکنه، پس سوال بعدی رو تو توی کامنت برام بنویس. چون آگاهی از اونجایی شروع میشه که جرأت میکنیم بگیم شاید اونقدر هم که فکر میکردم بدیهی و قطعی نباشه.